سلام. تو این برنامه قصد داریم به یکی از برجسته ترین سوتی های سال گذشته بپردازیم. اتفاقی که جنجالی شد و بازتاب گسترده‌ای هم داشت. خب به نظرتون از کدوم رخ داد باید صحبت کنیم؟ از آدولف بگو. دقیقاً. Hello. Hello, I'm Resistant. Adolf is coming. That's great. And Reza Pahlavi is coming as well. I was just making sure the line was open. I'm just going to move into the room where he is. He's just finishing another meeting. بله، موضوع برمیگرده به یکی از مهمترین ملاقات‌های بچه شاه که گویا قرار بوده دستاوردهای زیادی هم داشته باشه، ولی ظاهراً با نفرات اشتباهی هماهنگ شده بود. اونی که در ابتدا در تصویر می‌بینید کسیه که ظاهراً این ملاقات رو برای بچه شاه جور کرده، یعنی کارچاخ‌کن مصاحبه‌های بچه شاهه و همونطور که اسمش روی تصویر میاد جاستین فورسایت نام داره. جاستین فورسایت البته خیلی سابقه مشعشعی نداره و در گذشته با این تیترها در رسانه‌های جهان معروف شده. گاردین. جاستین فورسایت در پی شکایاتی که به زمان ریاست او در خیریه نجات کودکان برمیگشت استعفا داد. CNN. معاون رئیس یونیسف به دنبال متهم شدن به رفتارهای ناشایست استعفا داد. بله، کسی که به دلیل رفتار ناشایست از ارگان‌های بین‌المللی استعفا داده بود توی سامانه بچه شاه به جایگاه شایستش رسیده و براش ملاقات جور میکنه که اینجا میخواسته مثلا یه ملاقاتی با نمایندگان صدر اعظم آلمان هماهنگ کنه، ولی این عذاب در اومد. Oh. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, dear Prince Pahlavi. So we're waiting for Adolf. پس تا اینجا ما میدونیم که طرف حساب‌های ملاقات که از طریق زوم از دو نقطه مختلف وصل شدن، یکیشون آدولف نام داره. بچه شاه هم کاملا معلومه که خیلی ذوق کرده و تلاش میکنه خودش رو به طرف حساب آلمانی عرضه کنه. No problem, we'll wait. Okay. How do you like Munich? It's cold and rainy, so I can't say it's the best of times. Oh, yes. Yes. Now this is my, I think, fourth time in Munich in the last year. اینجا برای اولین بار بچه شاه با چهره آدولف مواجه میشه که این چهره بدون این اسم هم به سادگی قابل تشخیصه که شبیه چه کسیه، ولی ببینید که دیالوگ از اینجا چه مسیری رو طی میکنه. Oh, Adolf is here. Okay. Good Nice to meet you. Nice to see you. afternoon. I need to tell you that my father knew your father. I come. Really? Yes. این صحنه ورود صحنه مهمیه. آدولف با این ریخت و قیافه میگه پدر من پدر تو رو میشناخته و بچه شاه ذوق میکنه، در حالی که همکار آدولف نمیتونه جلوی خندش رو بگیره و با یک فنجان خندش رو استتار میکنه. بعد هم میگه منظورش پدر بزرگشه که صحنه رو جمع کنه. I come. Really? Yes. What was that? Was it? He has Grandfather, Adolf, grandfather. Yes. My grandfather knew your father. How interesting. Was he stationed in Iran in some capacity? Yes, Or? he was. He served in German army, and he was as an agent in Tehran in 40s. That's very interesting. Good to know. این که بعد از این دیالوگ گفتگو ادامه پیدا میکنه و بچه شاه بدون هیچ مشکلی ادامه میده، از دو حال خارج نیست. یا باید بپذیریم که متوجه هیچ چیز غیر عادی نشده، نه اسم طرف، نه چهرهش، نه رابطه باباش، که اگر این فرضیه رو واقعی بگیریم باید بپذیریم که ما با یک آدم خفیف العقل طرفیم. چون شما فقط چهره آدولف، نه اسمش ها، چهرهش رو به 100 نفر توی هر کشوری از جهان نشون بدی، بگی شبیه کیه، همه بدون استثنا میگن این شبیه هیتلره. فرضیه دوم اینه که اتفاقا برعکس، با این نشانه ها بچه شاه خاطرش جمع شده که با یک نازیزاده طرفه که اون، یعنی اون مأمور آلمانی رو پدر بزرگ بچه شاه یعنی رضا شاه میشناخته و مورد وثوقش بوده و با همین کد آشنایی از قضا اعتمادش به آدولف جلب میشه. رفاقت رضاخان با هیتلر هم که امر پوشیده‌ای نیست، چون در جنگ جهانی دوم رضاخان که فکر میکرد هیتلر برنده میشه،
طرف هیتلر رو گرفت، کلی مستشار آلمانی وارد کشور کرد، خیلی از امور مملکت رو دست اونها سپرد و هیتلر هم براش قاب عکس خودش رو فرستاد. به تاریخ 12 مارس 1936 آدولف هیتلر. النهایه هم رضاخان به خاطر این نزدیکی به آلمان نازی بود که کشور رو به دامن اشغال متفقین انداخت. تأثیرات این رابطه دیرینه پهلوی با فاشیستای آلمانی رو شما میتونید حتی همین امروز در اطرافیان بچه شاه و بقیه شاه پرستان هم ببینید. مثلا این یک تصویر معمولی از یکی از فاشیست های شاه پرست در اتریشه. Eure Verbindungen, Verletzungen, Geld. Der Islamist-Marxisten müssen uns hören, sehr gut zu hören. Sie sind nicht mehr auf dem Leben mit dieser Ideologie. Wir haben keine Ideologie. Wir sind die Persen. Long live the Shah! Long live the Shah! هم لحن صحبت، رفتار و هم تهدید این جانوران بزدل که مجاهدین رو زنده نخواهند گذاشت در همون فرمت ساواک شاه و شکنجهگراش خیلی گویاست و داره داد میزنه این لومپن ساواکی های جدید و بچه شاهی که مزدوری اونو میکنند چه کاره هستند. بگذاریم که مجاهدین از این نشسته پارس کردن ها زیاد دیدن. Der Islamist-Marxisten müssen uns hören, sehr gut zu hören. Sie sind nicht mehr auf dem Leben mit dieser Ideologie. Wir haben keine Ideologie. Wir sind die Persen zum Menschenrechtsaktivisten. Amnesty des Welt, Österreich, Amerika, Großbritannien hören zu. Sie sind nicht Menschen. جالبه بدونید یکی از کسانی که در همین تجمع برای این صحبت‌ها سوت و کف میزنه و اون پشت وایستاده به دلیل حضور و حمایت از این سخنرانی بعداً از کارش در عفو بین‌الملل اتریش کنار رفت. Und diese Zusammenarbeit seit 2 Jahren mit Pahlavi wurde mir zum Verhängnis. Es wurden ständig Videos an Amnesty Office geschickt, zugespielt, dass der Cyrus Mirza sich nicht mehr an die Grundsätze der Menschenrechte hält. Und ich musste dort vortreten und erklären. Und das war mir eigentlich sehr, sehr peinlich, so eine Erklärung wie ein Schulkind abgeben zu müssen. Und das war mir dann zu viel. Und ich habe gesagt, jetzt trete ich zurück, damit Amnesty Office Ruhe hat. از این دست رفتار فاشیستی در جماعت شاه پرستان کم نیست. از کسانی که علنا خواهان قتل عام کردها شدند تا کسانی که علنا تبلیغ ساواک میکنند یا روی آنتن زنده مخالفینشون رو تهدید میکنند. یا یه نمونه دیگه از این رفتار فاشیستی از شاه پرستان اینه. مشکلت با شاه چیه؟ آخه شاه کلی آذری رو کشته، ما ازش خاطره بد داریم. استنادت به چیه؟ تاریخ دستنویس پانتورکا؟ کاش اون موقع منم بودم کمکش میکردم که بیشتر میکشت که الان زبون باقیشون دراز نباشه. اینو یادت باشه، ایران مال شاهه، ایرونیا ملت شاهن. البته این ادبیات فاشیستی در کشورهای دموکراتیک قابل تحمل نیست و این موجود هم بعداً تاوان این حرفا رو داد و از کار برکنار شد. تونستن موفق بشن در جای فعلی که من کار میکنم باعث بشن که من فسخ قرارداد بشم. یا مثلا موجودی مثل ایرج اسقاطی که الان شده لاجوردی دربار بچه شاه با این شعار فاشیستی که کاریکاتوری از نازی‌ها و فاشیستا در آلمانه. یک میهن، یک پرچم، یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی. جهت یادآوری اینم نگاه کنید. ein Volk, ein Reich, ein Führer. خب طبیعیه بچه شاه که خودش ماهیت فاشیستی داره و دور و برش هم لومپن مزدورای ساواکی اطلاعاتی هستند، وقتی در برابر آدولف قرار میگیره که شاه پرستا و مزدوران ناخون اونم حساب نمیشن، دامن از کف میده.
So we would like to discuss some details of our partnership and also your personal meeting with the Chancellor, I think on Sunday, if it's okay for you. Well, definitely, I would very much appreciate that opportunity, but I'm glad that your country is taking the lead in being very clear. بچه شاه در حالی هنوز فکر میکنه که داره با نمایندگان صدر اعظم آلمان صحبت میکنه که این دو نفر نه نماینده صدر اعظم آلمان هستند، نه اصلا آلمانی هستند، نه لهجه آلمانی دارن و اصلا اینا مقام نیستن. اینا دو تا کمدین شناخته شده هستند که حرفشون سر کار گذاشتن شخصیت‌های مختلفه. تو سایتشون هم بری می‌بینی اینو. ولی ببین که بچه شاه چطور با رویای رسیدن به تاج و تخت و تصور ملاقات با صدر اعظم آلمان با این دیالوگ ادامه میده. I have a discussion with Chancellor Merz today, and we discussed that we will talk to you. And his position now, he's open to join the game. So I need to assure you that Germany army is ready to launch military actions in Iran now. You know we have Taurus missiles, so our intelligence is ready to start bombing Tehran. طرف بهش میگه من با صدر اعظم صحبت کردم، آلمانم میخواد وارد جنگ بشه و تهران رو بمبارون کنه. فکر میکنی الان بچه شاه چه جوابی بهش میده؟ مثلا میپرسه چی شد که شما تصمیم گرفتید وارد این جنگ بشید؟ یا میپرسه در ازای این حمله چه چیزی از مردم ایران میخواید؟ یا چه اهدافی رو میخواید بزنید؟ یا کجاها رو نباید بزنید؟ نه 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 نه، پاسخ رو خودتون بشنوید. Our intelligence is ready to start bombing Tehran. Okay, well, the more we have as part of this coalition vis-a-vis the regime, the better. That's certainly a welcome element for us to have more people joining in this crusade. And so, what do you think? If we start military operation, are you ready to come then to Tehran and lead new government? Yes, at least what we've been talking to the Americans and the Israelis about, in the sense that the minute the regime ultimately collapses, we are ready to step in and fill the vacuum. یعنی عین یه بچه‌ای که یه آب نبات بهش نشون دادن، اینجا دیگه بچه شاه عنان از کف داده و داره میدوه دنبالش که همه بیان این بزنه اون بزنه که آخرش چی؟ این بره خلا رو پر کنه. یعنی سطح برخورد در سطح سفارش پیتزاست. البته بازم سر پیتزا شما چونه میزنی سر نوعش، ولی این اصلا هیچی براش مهم نیست. طرف کاری نداره که استقلال مملکت چی میشه، زیر ساخت‌ها چی میشه، غیر نظامی‌ها چی میشن. مهم اینه که این آخرش به قول خودش خلا رو پر کنه یا به همون تاجش برسه. آیا واقعاً هر ایرانی با شرف و میهن پرستی نمیگه خاک بر سر چنین شاه و چنین شاهزاده‌ای که وقتی بمباران تهران رو بهش عرضه میکنن اونم چارچنگولی به فرما میزنه؟ حالا ببینین اون بدبخت هایی که خودشونو به دم این بستن دیگه چقدر پس فطرت و ضد ایران و ایرانیان. آخه این بچه شاه صاف صاف داره میگه که اصلا من خودم از قبل درخواست این بمباران رو دادم، میخوام طرفای هرچی بیشتری به اون بپیوندند. جل الخالق. So I hope that we can arrange a meeting with Chancellor, and of course it's very important for him to know you, to meet in person. It's much better than just discuss on this. What do you think? People who were under bombarding, would they support that politics? Sir, I'm so sorry. The prince is just getting a phone call. We just need about 3 minutes to take the call. We'll just put it on pause and be right back, if it's okay. In the meantime, maybe yeah. Okay. So just one here. یعنی تا آخرش هم این بچه شاه متوجه نشد که این دوتا کمدین سر کارش گذاشتن. دست آخرم یکی دیگه اومد صداش کرد که باز هم خودش راضی نبود قطع کنه. از حالت چهره و اینا میبینی که داره میگه چرا آدولفو قطع میکنی؟ Okay. So just one here. Apologies. He just apologized. Он не выйдет, мне кажется. Все как бы.
Просто там смотрели. Что-то Гитлер. Гитлер целый. Нападение на Иран. Он еще так недоволен, знаешь, это его тянет, он, типа, что ты хочешь, мы общаемся. خب این فضاحت بچه شاه و عجله‌اش برای اینکه هر چه زودتر و به هر قیمت به قدرت برسه خیلی توجهات رو جلب کرد. بریم کمی از اونها رو مرور کنیم. New government. Yes. This is Reza Pahlavi, the self-proclaimed Crown Prince of Iran. So we're waiting for Adolf. No problem, we'll wait. Russian pranksters Vovan and Lexus fooled him by posing as German officials. And his team is getting him on this interview to be done. He doesn't know these are two pranksters from Russia. And the guy introduces himself as Adolf. Rob, I don't know if you have the whole interview. I do. My name is Adolf. You got that mustache. And you got a German accent. 6 minutes. Yeah. And I get what you're saying. Alarm Bells should go off immediately. Maybe How many 20 Adolfs? seconds. I don't know if there's any Adolfs. Hello and welcome to the Adolf show with a little mustache. when he says within my 10 seconds. grandfather, my father knew your father. Bro. At that point, you have to know where this is going. مثلا من خودم میذارم جاش میگم بابا مثلا گیریم من مثل این بابو اصلا نمیدونم آدولف چیه جریانش سیبیل رو نمیبینم اون همه المان و عنصر و اینا هیچ کدوم نمیبینم. یعنی شما فرض کنین به اون درجه از بلاهت آدم برسه که اینا رو نفهمه. یکی میاد میگه که آره ما میخوایم بیایم به کشور تو حمله کنیم و اینجوری و اونجوری، اونم میگه باشه بیاین حمله کنین. در عوضش چی میخواین؟ در عوضش اینا مکالمه های استراتژیک ژئوپلیتیک اینا رو یه نفر نمیاد اونجا بشینه انجام بده، اون یه تیم. بعد لحظه آخر انقدر من درد کشیدم از این ویدیو، اولش خندیدم ولی بقیش درد کشیدم بود که اون مشاورش داره میاد میخواد جمعش کنه، این مثل بچه هایی که دارن از دستش قاقلیلیشو میگیرن، این نگاه میکنه با یه حالت تفلکی نگاه میکنه که کجای این آدم وطن پرسته، الان بهش بگن مملکت تیکه تیکه میشه، تجزیه میشه. آیرونی قضیه اینجاست که اتفاقا با تجزیه مملکت مشکلی نداره، با دموکراسی که کردا میخوان مشکل داره که بهشون میگه تجزیه طلب. با تجزیه مشکلی نداره، با هیچ مشکلی نداره، قدرت میخواد. هم میهنانم اعلی حضرت را ایستگاه کردند. میگه خوبه بزنین بمباران کنین به ائتلاف اسرائیل و آمریکا بپیوندین. یعنی انقدر حتی سیاست آلمان رو نمیشناسه، نمیپرسه از خودش که چجوری اینا از اون حدی که حاضر نبودن سفیر اخراج کنن یهو رسیدن به بمباران تهران. میگه شما حاضری بیای رهبری بگیری بیای اونجا تشریف بیاری تهران؟ میگه بله. یعنی حتی مسائل سیاسی رو نمیفهمه که بفهمه یک چیزی این وسط ایراد داره. آخر میان با زور میبرنش، خانساری میکشه این هنو میگه نوایسو میخوام با صدر اعظم قرار بذاری. مورد بعدی که نمیتونیم ماله بکشین همون کاریه که ویتکون گویسلینگ در مورد نروژ انجام داد و به کشور خارجی گفت که کشورش رو بزنن، حمله نظامی کنن و کشورش محاصره بشه و سقوط کنه و بعدش این دولت دست نشانده تشکیل بده. و از قضا آخر این قصه اینه که همین دوستمون رو آخر ماجرا اعدامش کردن. نمونه نزدیکتر هم میخواد اتفاقا رهبر کنگره ملی عراق احمد چلبی با همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مذاکره کرد و لابی کرد تا جایی که اونها رو به سمت این کشون که به کشور عراق حمله کنن و وضعیتی که امروز در عراق می‌بینیم اتفاقا از فواید عملکرد احمد چلبی. و یه مورد دیگه که نمیتونین ماله بکشین اینه که رضا پهلوی اصلا متوجه نشد که میگی کسانی بودن 20 دقیقه نشستن صحبت کردن، رضا پهلوی 4 دقیقه خورده‌ای. رضا پهلوی اصلا متوجه نشد، ذوق کرده بود داشت برای خودش حرف می‌زد، خسروی اومد جلوشو گرفت، برگشتش گفتش این صحبت تمومه، وگرنه رضا پهلوی که اصرار داشت کماکان بشینه صحبت کنه. ببینید هر کلاهبرداری برای اینکه شما رو فریب بده، تکنیک خیلی ساده است، خیلی پایه‌ای، خیلی اساسی، خیلی قدیمی و همیشه هم کار میکنه. شما رو تو شیب آرزوهاتون هل میده، آرزوی شما رو میسنجه، این سرپاینی یا آروم هلتون میده اون تو و به دام بیفتید. این شخص هم در شیب آرزوهاشه که سریده. چیه اون؟ که حمله بشه به ایران و بکوبن و من برم اونجا شاه بشم. خیلی ساده. خب همونا رو به گوشش خوندن، بله چشمشو به اونها بسته، گوشش به همه چی بسته، کور و کر شده برای اینکه بره طرف اون چیزی که آرزو داره. آخه رضا، آخه پهلوی، آدم اینقدر خنگ، آدم اینقدر دسپرت، درست خواستیش میخوای شاه بشی، کینگ بشی به هر قیمتی،
آخه آدم اینقدر خنگ، این سامانت یه سرچ نکردن ببینن اینا کیان اینا چیان. یعنی تا گفتن که ما میخوایم همکاری کنیم با تو، کمکت کنیم و جنگ کنیم، از حول حلیل پریدی. آخ جون. Старый беглый принц уже полвека мечтает взять власть, и это жгучее желание его ослепило. Реза Пехлеви не замечает очевидного. Мне нужно сказать вам, что мой отец знал вашего отца. Пранкер Лексус представился вымышленным главным советником немецкого канцлера по имени Адольф, наклеил пародийные усы, как у Гитлера, однако Пехлеви ничего не смутило. Он готов принять политическую и военную поддержку от кого угодно. بله، این ملاقات چند دقیقه‌ای هرچند که اجرا کنندگانش به نیت دست انداختن بچه شاه اون رو ترتیب داده بودند، ولی خیلی از حقایق رو در مورد ماهیت بچه شاه به ثبت داد. از جمله اینکه بچه شاه در رویای رسیدن به تاج و تخت حاضر از هر طنابی آویزون بشه، حتی اگر با این طناب تا ته چاه بی‌آبرویی فرو بره، و اون هیچ دغدغه‌ای نداره جز اینکه با مفتخوری و فرصت طلبی به قدرت برسه. توهمی که به نظر میرسه برای همیشه در حد یک توهم باقی خواهد بود. وقت بخیر و خدا نگهدار.